با عرض سلام به کلی تماشابینان عزیز تلویزیون ورزش و دوستداران فوتبال بزرگ. نشر نوبتی روزنامه یورو 2020 را با فراگیری 12مین رقابت‌های دایر گردیده در ورزشگاه‌های بریتانیای کبیر منظورتان می‌گردانیم. اما نخست سخن را سر امکانیت‌های دسته‌های اشتراکچی بهر برآمدن از گروه آغاز نموده میتوان گفت که در 4 گروه نخست الکی اشتراکچیان مرحله پلی آف معلوم شده‌اند. همچنین منتخب شویتزاریا از گروه A و میل پوشان چخی از گروه D با اشغال موقع سوم راحت به مرحله حذفی دریافت نمودند. مطابق ماده 2103 ترتیب برگزاری مسابقه همچنین دو تیم دیگری اشغال موقع سوم نموده با نشاندادهای زیرین از گروه برآمده میتوانند: شماره بیشترین خالها، تناسب بهترین از روی گلها، شماره بیشترین پیروزی‌ها و گل‌های زده شده. در این راستا همچنین شماره کارت‌های زرد و سرخ و جایگیری دسته‌ها در رده‌بندی اروپایی نیز به نظر گرفته می‌شوند. طبق نشاندادهای جای داشته، عین حال منتخب‌های اوکراین، فنلاندیا، اسپانیا و پرتغالیا را چنین تقدیر انتظار است. اساسی ترین بازی دور سوم گروه دی محض رقابت بین منتخب‌های انگلیا و چخیا در ورزشگاه ومبلی گردید که پیروزی یگانه از این دسته ها را صدرنشین می‌نمود. در بازی مذکور انگلیس‌ها در زمین خویش از فرصت‌های نخست با هجومکاری گذشته، الکی در دقیقه 12 رقابت رحیم استرلینگ با استفاده از پرتافت جک گریلیش حساب بازی را کشاد. نوابسته از کوشش‌های سرسخت دسته چخی در برابرکنی حساب، نتیجه بازی همانا به تغییر مانده. انگلیس‌ها نیز در ردیف بازی استوار دفاعکاری عاقلانه انجام می‌دادند. هرچند که دسته‌ها در ورزشگاه ومبلی تلاش‌ها به رخ نکنی دروازه همدیگر می‌نمودند، اما توماش واسلیک و جردن پیکفورد در فرصت‌های ضروری طریق جایش‌های زیبا حمله‌ها را به ضرر می‌گردانیدند. گلی در نیمه دوم بازی زده شده جردن هندرسون باشد از برای حالت آفساید به قید گرفته نشده خودی بازی با پیروزی 1-0 و مقام اولی سرآمدان فوتبال در گروه دی جنبست شد. بهترین بازیگر دیدار باشد بوکایا ساکا دانسته شد. در ورزشگاه خیمدن پارک شهر گلاسگو باشد دو جفت دیگر گروه دی و اینا هم منتخب‌های خرواتیا و شتلندیا به هم آمدند تا که از برای راحت به مرحله بعدی مسابقات دعواگر شوند. صاحبان میدان در این بازی هنوز در دقیقه 5 رقابت امکان واقعی گلزنی را از دست دادند، زمانی که آدامز پرتافت عالی جان مکگین را وارد دروازه لیواکوویچ کردن نتوانست. چون این رفتکار به خروات‌های تشنه بازی پلی آف نیروی دوباره جمع نمود. منتخب خرواتیا را ضربه گلی بازیگر CSKA مسکو نیکولا ولاشیچ که از پرتافت ایوان پریچیچ پرثمر استفاده برد به پیش برآورد. هجوم‌های جوابی شتلندی‌ها باشد در راه برابرکنی حساب در دقیقه 23 رقابت خوب جریان گرفتند، اما جهش سر وقتی لیواکوویچ اخیراً صدگذاری ضربه جان مکگین شده بود. تلاش‌های به مثل شتلندی‌ها را در برابرکنی حساب اخیراً کالوم مکگرگور عملی نمود، زمانی که در دقیقه 42 رقابت با یک ضربه نشان‌رس توپ را وارد دروازه خروات‌ها نمود. اما ضربه تابناکی لوکا مودریچ از پرتافت کاواچیچ و سمت کنج دروازه مارشال باشد نه تنها خروات‌ها را دوباره در حساب پیشتاز نمود، بلکه همچنین از زیباترین گل این مسابقات دانسته می شود. گل سوم خروات‌ها و پیروزی‌آور نیز پس از زحمت‌های مودریچ به میان آمد، زمانی که پس از اجرایش ضربه کنجی در اجرایش ایوان پریشیچ دروازه مارشال را رخنه نمود. بازی مذکور با نتیجه 3-1 و شکست خواطرپذیر دسته اندرو رابرتسون خاتمه یافته بهترین بازیگر دیدار نیکولا ولاشیچ اعلام کرده شد. پس از معلوم گردیدن اشتراکچیان مرحله پلی آف از 4 گروه و 2 دسته دیگری اشغال موقع سوم نموده، در مثال چخیا و شویتزاریا امروز رقابت‌های جنبسته برگزار می‌شوند تا که به کلی چیز در این گروه نقطه گذارند. این پایان روزنامه یورو 2020 بود. بهر مطلب‌های دیگر در خصوص این مسابقات محتشم کروی ما را پیگیر باشید.